دکتر، من امروز افشا میکنم در حضور همین آقای دکتر یکی از من پرسید چطور میتونیم به سادگی آب خوردن دل مقام عظما رو به دست بیاریم. گفتم با درخواست از دکتر بزن بهادر که یک کمی فوتوفن استراتژیکی بهشون یاد بده. اون طرف گفت نه خیر، یک کارد آشپزخونه تیز رو میکنی طرف چپ سینه ایشون، به راحتی دلشون به دست میاد. آخه این چیه که به رهبر مسلمین خارج از کشور گفته میشه های دکتر؟ این چه استراتژیستیه که ساکت وامیسته و تماشا میکنه؟ بشی بابا دلت خوشه. خب معلوم بود که طرف داره شوخی میکنه، وگرنه دل ایشونو که مفتی هم بدن کسی نمیبره. دل مرده و پریشون به چه درد کسی میخوره؟ ناکس چه گم کرده خودشو، از اول برنامه با من دعوا میکنه. آیا دکتر خواستم نوآوری کنم، به جای اینکه آخر برنامه دعوا کنیم گفتم به پیشنهاد برخی بینندگان گرامی همین اول کار دعوا رو بکنیم. حالا دیگه نمیخواد از این اداعت پارا در بیاری، دندان رو چاق کن، برنامه رو را بنداز. به نوآوریش هم حالا میرسیم، نه ترس. ببینم یه چند وقتیه که تو نمیدونم چرا نامه نمیخونی. این همه نامه سرگشاده و شبنامه و روزنامه رو تو نظام در میاد، یکیش دستتون نمیرسه بخونی؟ آیا دکتر شما هم دلتون خوشه ها، اگه این نامه هایی که تو نظام رد و بدل میشه اینجا بخونیم که خون به پا میشه. بفرما این یکی ببین چی نوشته. بفرما بخون خودت بخون میدم. نوشته جز جگر گرفته ها. حالا دیگه مهدی ما رو میندازین تو هلفتونی؟ خشم کوسه رو ندیدین؟ آی دکتر اینجا منظورش چیه؟ اینجا اوه نوشته خامنه ای فکر نکن من دلخورم، الان دنبال اینم که جیگر قلبت رو بکشم بیرون سیخ کنم اونا رو بخورم. بس آی دکتر بس. نامه ها اینجوریه آی دکتر. بعد از برجام حرمت مقام عظما خیلی بیشتر ریخته. حالا ایشون عفت خانم مرشی هست، 2000 ترینای مجلس و این طرف و اون طرف نامه هایی میدن که رو رادیاتور ماشین بذارید جوش میاره آی دکتر. رادیاتور ماشین که خوبه، آب میریزی روش جوشش تموم میشه. الان اژه‌ای هست میشناسید که دراکولای گوشخوار. آره سخنگوی قضاییه. الان اژه‌ای دنبال خانم مرعشیه که گوششو بجوه؟ نه خیر، میخواد به خاطر همین حرفا بندازتش تو هلفتونی. آی دکتر من دارم به استراتژیست بودن شما شک میکنم. الان آشیخ فری که فاصلش به حاجی رفسنجانی مثل فاصله توف و آبشار نیاگارا بوده داره به هیکل مقام عظما گلاب میزنه. چه جور؟ کسی هم جلودارش نیست. مقام عظما بعد از زرخورون مگه میتونه از این کارا بکنه؟ تاب کن میرم. ببین موجی داری رو سیم بوکسل نازک را میری، فهمیدی یا نه؟ اونجا به من گفتی دلت خوشه، اینجا به استراتژیست بودن من شک کردی. اگه ولت بکنن همینطوری چراغ قرمزا رو پشت سر هم رد میکنی، ما رو هول میدی اونور میخوای بشینی سر جا. اما کور خوندی. زرخوری هم که باشه مال کل نظامه. خودت هم بیزوری شدی. آیه دکتر من بارها بهتون گفتم یه سری به این جلسات بررسی برجام بزنین، راهنمایی بکنین تا این همه قیقاش نرن. کارشون که با راهنمایی درست نمیشه. تو کجای کاری؟ یکی از یکی چیز نفهمتر مشنگتر نشستن میخوان حرف حالی هم دیگه بکنن. هر کی حرف میزنه از اون یکی در مداغون تره. مرحوم عموی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو دست بلند کرد گفت تاسکی واسه سوار شم. دومی دلش گرفت از خنده همینجوری قه داشت میخندید. مشنگ اولیه گفت زهر مار به چی داری میخندی؟ مشنگ دومی گفت عزیزم تاسکی چیه؟ این شسخیه نه تاسکی. شده قاطعی مشنگا. میخوای همچین بزنم که به تاکسی و شخصی بگی تاسکی و شخصی؟ آیه دکتر یعنی حرفای عراقچی هم مسئله حل نکردیم؟ اسمی مشنگ و جلو من نیار، اونم به عنوان آدمی که حرف میزنه. خیار گندیدم حالا واسه ما ادا اطوار موز در میاره ناکس. واقعا واسه بشریت متاسفم، انقدر که بعضی آدما بیشورن، خود بیشور انقدر نیست. حرفاش که به درد کسی نمیخورد. اگه حرف نمیزد بهتر کارش پیش میرفت اونجا، تا وقتی که دهن باز کرد و همه ریختن سر کلش. مرحوم عموی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که یارو داشت برای بچهش لالایی میخوند.
بالاخره بچه بعد یه مدتی طاقتش تاق شد و گفت اگه 2 دقیقه زر نزنی خودم میخوابم. آیه دکتر بحث و عوض میکنم. یه نامه هست که میخواستم حتما خودتون برای مقام عظما بخونین که یه کمی از این وضعیت درب و داغونی که توش گیر کرده خارج بشه. بده بیار با اون خوندن تو همون خودم بخونم بهتره. به 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 چقدر با تعریف و تمجید شروع کرده برای مقام عظما. گفته نازنینم یه روز میام میبرمت یه جای دور که دست هیچکی بهت نرسه. بعد امضا کرده که قربانت اسرائیل. ناکس اینا کجا آوردی تو؟ ناکس پیش خودمون بمونه. اینو خودم نوشتم آیه دکتر. ناکس جعل میکنی، نامه جعل میکنی. آیه دکتر تو نظام صبح تا شب این همه جعل میشه هیچی نمیگین. از متن برجام تا مدارک زندانی کردن مهدی هاشمی رو میگن جعلیه. حالا به 2 خط نامه بند کردی که من از قول حضرت اسرائیل نوشتم که شاکی خصوصی هم نداره. خواستم راهی برای مقام عظما باز کنم آیه دکتر. لازم نکرده تو راه باز کنی. فرمون میده واسه مقام عظما، اونم تو این بنبست. مرحوم ابوی همیشه میفهمیدن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمیدن راننده به یارو مشنگه گفت فرمون بده پارک بکنم. طرف گفت بذار دنده عقب بیا جلو. راننده هر چی زور زد نفهمید چه کار باید بکنه. هیچی دیگه پیاده شد در رو فرار کرد. آیه دکتر به هر کی اومدیم تکیه کنیم تو زرد از آب در اومد. نظام شده حکایت پاساژ محله ما. داشتم میرفتم یهو خوردم به یه نفر افتاد زمین. سریع رفتم بلندش کردم گفتم واقعا عذر میخوام. وقتی دستشو گرفتم دیدم طرف از این مجسمه های پلاستیکی است که جلو مغازه میذارن اینجوری. اطرافمو که نگاه کردم دیدم یه یارو به هم زل زده، یه لبخند تمسخرم رو لباشه. بهش گفتم خنده داره. خب فکر کردم آدمه. یارو چیزی نگفت. خب که دقت کردم دیدم همونم یه مجسمه دیگه است. هیچی دیگه. دچار افسردگی شدم تا همین الان. من از اوضاع داخل نظام واقعا ناامیدم. بریم تو منطقه و اوضاع بین‌المللی. از دست مسئول نظام خیلی دلم گرفته. خیلی شیک و مجلسی گند زدن به صحنه استراتژیک که نظام. شونه آدم که سهله، شونه تخم مرغ هم پیدا نمیشه آدم سرشو بذاره روش یه دل شیر به خاطر وضعیت نظام گریه کنه. آیه دکتر با اجازه من سرمو میذارم رو شونه شما که شونه تخم مرغم با ارزش تره. صبر کن میرم ناکس. فکر کردی منم اینقدر سادم که با همین سادگی گول بخورم؟ من که میدونم تو حساسیت داری، آبریزش داری، میخوای دماغت پاک کنی. اینجا شونه منو بهانه کردی. یه برام اومدم با شما عاطفی تنظیم رابطه بکنم. این طوری جواب من میدی. من اول بار دعوا کردم که الان